درود دوستان، من محمد هستم. امروز میخوایم ببینیم نحوه اد کردن کودهای پاین اسکریپت توی نسخه ویندوزی یا روی کامپیوتر یا لپتاپ داخل تریدینگ ویو به چه شکلی. برای شروع ما سایت تریدینگ ویو رو توی مرورگرمون جستجو میکنیم. وارد سایت تریدینگ ویو با آدرس tradingview.com میشیم. داخل حساب کاربریمون از این قسمت لاگین میکنیم و یا اگر حساب کاربری نداریم از این قسمت حساب کاربری میسازیم. چون من از قبل حساب کاربری داخل تریدینگ ویو دارم احتیاجی به ساخت حساب کاربری نیست، ولی اگر حساب کاربری داخل تریدینگ ویو ندارید به صورت رایگان میتونید از این قسمت حساب کاربری بر خودتون بسازید. خب ما الان داخل حساب کاربری خودمون لاگین کردیم، میریم و یه چارت برای خودمون باز میکنیم. هر چارتی مهم نیست چی باشه. تو قسمت مارکت کریپتو من آل کوینز رو بزنم. خب چارت بیت کوین رو باز بکنیم و اینجا هم فول چارتش بکنیم. خب چارت بیت کوین برای ما لود شد. ما فعلا کاری با چارت نداریم، فقط میخواستیم به این صفحه برسیم که بتونیم داخل این صفحه کدهای خودمون رو داخل سایت تریدینگ ویو اعمال بکنیم و نتیجه کدهایی که داشتیم رو روی چارت ببینیم. ابتدا باید اون کدها رو تا کانال تلگرامیمون گذاشته شدن، لینکش رو پایین همین صفحه براتون میذارم، دانلودش بکنید، داخل کامپیوترتون انتقالش بدید. فایل تکستی که یک همچین فایلیه بازشون بکنید، با کلیدهای ترکیبی کنترل و A کل کدها رو علامت گذاری بکنید و با کلیدهای ترکیبی کنترل و C و یا کلیک راست کردن و کپی کردن کل کدها رو کپی کنید و دیگه با این صفحه دیگه کارمون تموم شد. صفحه رو میبندیم، برمیگردیم داخل سایت تریدینگ ویو. پایین صفحه روی پایین ادیتور کلیک میکنیم. خب صفحه کد نویسی برامون باز شد. هر چی که کد اینجا میبینید کلن ازم همه رو پاک بکنید، از پایین موس رو بکشید ببرید بالا، هر چی که وجود داره رو پاک بکنید و با دکمه های ترکیبی کنترل وی و یا کلیک راست کردن و پیست کردن کل کد هایی رو که کپی کرده بودید داخل قسمت کد نویسی پاین اسکریپت پیست بکنید. ما تا اینجا کد هایی رو که داشتیم رو داخل قسمت پایین ادیتور سایت تریدینگ ویو پیست کردیم. برای ادامه این کد ها رو باید ذخیره بکنیم، سیو بکنیم. روی سیو کلیک میکنیم. بسته به سرعت اینترنت و کد هایی که شما کپی پیست کردید داخل پاین اسکریپت قسمت پاین ادیتور تریدینگ ویو، سیو کردنش زمان بر خواهد بود. این کد هایی که ما الان اینجا پیست کردیم 2620 خط 21 خط کده، برای یه ذره زمان کد سنگینی هست و یه ذره زمان میبره بعد سیو کردنش. خب
الان سیو اسکریپت اومد، اجازه سیو رو بهش میدیم، روی سیو کلیک میکنیم. خب کدهای ما الان سیو شدن. میبینیم که LPM Long Position Management رو برای ما الان میاره. کاری که الان باید بکنیم روی Add to Chart کلیک بکنیم. کدهای ما الان روی چارت اعمال شدن، اد شدن روی چارت. دیگه با این قسمت کاری نداریم و قسمت پایین ادیتور رو میبندیم. این 0 تا 100 نحوه اد کردن اندیکاتور یا هر اسکریپتی که با کدهای پایین اسکریپت نوشته شده باشه داخل سایت تریدینگ ویو هست که ما خلاصه وارد سایت تریدینگ ویو میشیم، لاگین میکنیم، توی صفحه یک چارتی رو برای خودمون باز میکنیم. روی چارت قسمت پایین ادیتور کلیک میکنیم، کدهایی رو که دریافت کردیم کپی و داخل قسمت پایین ادیتور پیست میکنیم. روی سیو کلیک میکنیم، اجازه سیو رو به سایت تریدینگ ویو میدیم و نهایتا روی اد تو چارت کلیک میکنیم و کدهایی که ما کپی کرده بودیم و حالا حاوی اندیکاتور، استراتژی و یا هر چیز دیگه ای که بود روی چارت ما اضافه میشن. امیدوارم این ویدیو به درتون بخوره، بهترین استفاده ها رو ازش ببرید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید خوشحال میشم لایک، کامنت، سابسکرایب کنید کانال ما رو و اگر پیشنهادی دارید، انتقادی دارید خوشحال میشم توی کامنت ها به ما بگید. موفق باشید، جیبتون همیشه پر پول، کیف پولاتون همیشه پر سود.